سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پختوپزهای خانگی. امروز خواستم درباره قالب‌ها کمتر برای زنها معلومات دهم. در همین ویدیو بوده همه نمود قالب‌ها را من برای زنها تشکیل کردم. به همه شهر و ناحیه‌ها دستافک ارائه میکنم. از نمود قالب‌های تارتبازی، قالب‌های گلمانی برای تارتا، همه قالب‌ها با صفت اعلی، یعنی قالب‌های گلمانی را مغازه یافتن کمتر دشوار، برای اینکه مخصوص در مغازه کاندیترسکی می‌فروشند. همه قالب‌ها متالیکی یعنی آهنین، همش با نرخ دسترس. از مغازه ها دیده نرخ و نواش ارزانتر. روزهای نزدیک انشالله نرخ و نواشم پیشکشی شما میکنیم. این ویدیوگی بودگی های همیشه تماشا کنید. فکری خود را در کامنتاری نویسید. انشالله با دستگیری شما یک چند زنهای ما صاحب قالب های به حد خوشرو میشن. انشالله با روزهای نزدیک یک چند نمود از پروداکت‌های محصولات خشکی پختوپز با تشکیل میکنیم. فکرهای خود را در کامنتاری نویسید. دستگیری شما پیشروی ما می باشد دوستان.